حاصل نماز خواندن، حاصل روزه گرفتن، حاصل ذکر کردن، حاصل فکر کردن، حاصل تهجد خواندن، حاصل مثلا تسبیح انداختن، حاصل تلاوت قرآن کردن، اگر خدمت خلق الله نبود بفهمی که امو کار و امو عبادت و امو سجده و امو گپ سخنای آدم پیش خدا هیچ نتیجه نداشت. برادر عزیز، یعنی پیش خدا کدام کار مهمتر است؟ خدای متعال مهربانی میکنن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، میگه ابدا به اصطلاح به نیکویی دست پیدا نمیکنید. ببینید خدا بزرگترین عبادات و به اصطلاح بزرگترین غذاهای معنوی را فقط و فقط به عبادات لازمی تخصیص نمیده، به عبادات متعدی تخصیص میده. میگه بهترین و برترین غذای معنوی به انسان چه وقت داده میشه؟ چه وقت شما براستی به نیکویی دست پیدا میکنید. حتی تنفقوا مما تحبون، تا زمانی که آنچه را که براستی دوست داری، براستی قلباً برش علاقه داری، اونم را به خاطر خدا انفاق کنید.